بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص، در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشوی، دستات هم میشوی، دهنت هم میشوی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو خیال میگیرن که همین رو میشه دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبره آمده یه هفته آبا کنش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، شستن پا فرض است دادر عزیز. ای بچهای